فیلم میاد برامون، بچه‌ها، همکارا، راننده ها فیلم میفرستن از مرزهای مختلف. مثلا توی این روزها ریمدان رو دیدیم که تانک غیر در کنار تانک گاز، اونم با مشعل روشن، توی صف وایسادن برای ورود یا توی صف وایسادن برای خروج. امروز من یه فیلم دیدم، یکی از مرزها 6 تا لاین ورودی داشت، یه در، این 6 تا ردیف ماشین وایساده بودن که همش با دعوا آینه به آینه و مشکلات مختلف میخواستن وارد شن و هر کدومشون هم بار سوختی و بارهای خیلی حساس داشتن. این باعث مشکلات خیلی خیلی زیادی در مرزها میشه و شاید خدای نکرده اون حادثه دوقارون بود اگر اشتباه نکنم، اون انفجار و اون آتش سوزی دوباره ممکنه تکرار بشه و امیدوارم که مسئولین یه چاره‌ای برای این قضیه بردارن. اما امنیت به صورت کلی، امنیت نگم، بذار بگم ایمنی به صورت کلی در مرزها چطور هست؟ آیا مثلا رعایت میشه به نظرتون؟ آیا مثلا دسته‌بندی با تعداد مشخص ماشینا به مرز مراجعه میکنن یا نه تجمع همین چیزیه که ما داریم تو فیلم ها میبینیم؟ دقیقاً همین چیزی هست که شما در تصاویری که براتون ارسال میشه